به نام خدا. سلام دوستان، روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. با آموزش صفحه 8 نگارش پایه 4 ابتدایی با شما عزیزان همراه هستم. خب میرسیم به درس اول، آفریدگار زیبایی، بخش اول، املا و واژه آموزی. گفته 3 جمله از متن را که در آنها واژه پاییز به کار رفته است بنویسید. خب میایم همونطور که توی جمله اول درس آفریدگار زیبایی میبینید نوشته روزی بهار، تابستان، پاییز و زمستان با هم گفتگو میکردن. خب پس این اولین جمله. دومین جمله که اگر توی صفحه 12 نگاه کنید مشاهده میکنید که نوشته پاییز برای کار خود رنگ‌های آتشین انتخاب کرد. و سومین جمله که در اون واژه پاییز به کار رفته، 4مین بند صفحه 12 نگارش رو اگر نگاه کنید این جمله داخلش نشه: خورشید به تصویرهای نقاشی پاییز نگاه کرد. خب میریم سر وقت سوال دوم. 8 واژه از متن درس بنویسید که ارزش املایی دارند. خب واژه‌های مختلفی توی این درس وجود داره، واژه‌های متعددی وجود داره که هر کدوم که صلاح دید شما هست میتونید بنویسید. من برای نمونه چند تا 8 تا نوشتم. صحبت. خوب ببینید توی املا خوب دیدن خیلی مهمه. صحبت با 3 صاد و ه حلزون می نویسن. خب تصمیم با 3 صاد می نویسن. پذیرفت با ز زال یا همون به قول خودتون ز ذرت می نویسن. شکلش رو خوب ببینید. صورتی با 3 صاد. قطره با ت دسته‌دار. منظره با ز دسته‌دار. طبیعت اولین ت اون با ت دسته‌دار و آخرین کلمه صد هستش که با ت دسته‌دار و ه حلزون می نویسن. خوب این کلمات رو ببینید و توی ذهن خودتون بنویسید یا توی ذهن خودتون به خاطر بسپارید یا همچنین میتونید روی هوا هم بنویسید تا املای این کلمات رو به خاطر داشته باشید. موفق باشید. تا آموزش بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.